دادگاه شهر ایسترای ولایت مسکو شام 11 فوریه همه 4 گمانبرشونده در حمله خونین غارتگرانه به مغازه پتیورچکا زادگان تاجیکستان حبیب الله محمدیف 21 ساله، ظفر خدایقلوف 29 ساله، نظیرقل باباقلوف 19 ساله و اکبرعلی برهانوف 24 ساله را برای 2 ماه به حبس گرفت. شب 9 فوریه بر اثر حمله به مغازه پتیورچکا در دهه نوپتروفسکی در کنار شهر ایسترا کسیر 51 ساله لیودمیلا ویاتکینا به هلاکت رسیده، مدیر مغازه و شوهر او جراحت برداشتند. غارتگران از کسب مغازه اون شب همگی 71,000 روبل پیدا کردند و خلاص. اکنون به آنها برای غارتگری تا 15 سال و برای کشتن کسیر تا 15 سال دیگر تهدید میکند. ولی در دادگاه یکی از دستگیر شدگان اصرار داشت که در این حمله دست ندارد. بنا به اطلاع منبع خبرگزاری تاس، در مقامات حفظ حقوق ولایت مسکو ظفر خدایقلوف میخواهد از حکم حبس خود شکایت برد. او در اول به گناه خود اعتراف کرده است، ولی سپس از بیانات قبلیش دست کشیده گفته است که او آن شب تصادفاً در جای حادثه حضور داشت. به گفته خدایقلوف وی با ماشینش تاکسیرانی میکند و آن شب 3 هموطنش که آنها را از تابستان سال گذشته میشناسد از وی خواستند که آنها را تا پتیورچکا برده بیارد. ظفر خدایقلوف گفته است که او در حقیقت آنها را تا مغازه واقع در پهلوی دهه نوپتروفسکی برد و بعد از مغازه برآمدنشان گشته آورد، ولی درباره اینکه آنها قصد غارت کردن آن مغازه را داشتند خبر نداشت. ظفر خدایقلوف گفته است آن شب طبق شرطنامه به وی همگی 4500 روبل پرداخت کردند که این هم از قصد غارت مغازه را داشتن مشتریانش بیخبر بودن او را اثبات میکند. خبرگزاری تاس قبلا خبر داده بود که دادگاه هنوز ماه مارس سال 2021 حبیب الله محمدیف را در فعالیت کار غیر قانونی گناهکار شناخت. حکم اخراج او از روسیه را برآورده بود، ولی او به کدام راه توانسته است در روسیه بماند. به اطلاع منبع دیگر تاس، دست کم 1 نفر از این 4 نفر دستگیر شده قبلا حدود 1 سال در شبکه مغازه های پتیورچکا کار کرده بوده است. حمله غارتگران به مغازه پتیورچکا در دهه نوپتروفسکی ساعت قریب 12 شب 8 فوریه وقتی روی داد که 2 غارتگر نقابپوش مسلح با بیتهای بیسبال یا دسته بیل یا تبر در قفای مغازه را تق تق کردند. ویاتکینا با این خیال که شوهرش آمده است در را گشوده است. غارتگران وارد مغازه شده هر 3 نفر در داخل بوده را لطوکوب کردند. در نتیجه ویاتکینا بر اثر جراحت‌های برداشته‌اش در جای حادثه جان داده، مدیر مغازه و شوهرش جراحت‌های جسمانی برداشتند. غارتگران سپس سیف مغازه را گشودند، ولی همگی 71,000 روبل پیدا کردند. آنها پولها را به جیب خود مانده از جای حادثه فرار کردند. غارتگران بعد این همه به خوابگاهشان در دهه چسنکووا که از مغازه غارت شده یگان 50 کیلومتر دورتر بود رفته آرامانه میخواستند بخوابند، ولی کارمندان پلیس با ایز گرم این جنایت را گشوده الکی ساعت بعد غارتگران را از جایگاهشان در آن خوابگاه دستگیر کردند.